سرخط خبرها: توقف بی نتیجه مذاکرات میان افغانستان و پاکستان در ترکیه. مذاکره کنندگان پاکستانی استانبول را به قصد اسلام آباد ترک کردند. منابع به تلویزیون یک گفتند خواستهای پاکستانی ها غیر منطقی بود. خواست پاکستان از رهبران احزاب سیاسی آن کشور. پاکستان از احزاب سیاسی خواسته تا در سخنرانی‌هایشان ایالت خیبر پختونخوا را جزء خاک پاکستان بگویند. شماری از رهبران اما این درخواست را به شدت رد کردند. و مسدود ماندن گذرگاه‌های تجاری میان افغانستان و پاکستان برای 17مین روز متوالی همزمان. اما وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از ارسال نخستین محموله انار کندهار از طریق بندر تورغندی بر روسیه خبر داد. به این بخش خبر از یک خوش آمدید. یک منبع معتبر به تلویزیون یک تایید کرده که مذاکرات میان افغانستان و پاکستان بدون نتیجه متوقف شده و هیئت پاکستانی استانبول را به قصد اسلام آباد ترک کرده است. به گفته منبع، رئیس هیئت پاکستانی از جانب افغانستان خواسته تا تمام گروه‌هایی را که در پاکستان حمله انجام می‌دهند به افغانستان فرا بخواند و در آنجا آنها را کنترل کند. آنچه از سوی نمایندگان امارت اسلامی غیر منطقی دانسته و قطر و ترکیه نیز از آن شگفت زدند. برای بحث بیشتر دکتر حمیدالله مفید، آگاه روابط بین الملل با ماست. مفید صاحب سلام. سرانجام مذاکرات افغانستان و پاکستان بی نتیجه متوقف شد. پیشتر وزیر دفاع پاکستان هشدار داده بود که در صورت ناکامی مذاکرات این کشور وارد جنگ مستقیم با افغانستان خواهد شد. گام بعدی و راه جاگزین چیست؟ درود و مهر به شما جناب آقا صاحب، همکاران تکنیکیتان، جناب هاشمی صاحب، جناب همدرد صاحب و جناب مجیب بزرگوار و به همه بینندگان عزیز تلویزیون یک از جلفای دل تقدیم میکنم. سپاس. در پای از آن رویداد متاسفانه طور گره خورد که باید این مذاکرات به بنبست روبرو میشد. شما توجه کنید دو روز قبل آقای عطاالله طرار وزیر اطلاعات پاکستان سر به سراحت ابراز کرد که ما حکومت طالبان حکومت غیر مشروع است. البته هدف از اونها از امارت اسلامی افغانستان است و ما اونا رو به رسمیت نمیشناسیم. بنابراین در اموجه هم نخستین لگه داره به این مذاکرات عطاالله طرار زد. در پای از او عاصم منیر هم اظهارات نادرست در این مورد ابراز داشت و در جریان مذاکرات متاسفانه طرف پاکستان خواستگار شد به اساس گزارش رویتر و الجزیره. ما از دو منبع براتون عرض میکنم. طرف پاکستان خواستار شده بود که نه تنها TTP بلکه جهاد اسلامی، تحریک جهاد اسلامی پاکستان، همچنان جیش محمد و همچنان حرکت انصار الله را هم باید طرف افغانستان تعهد بسپاره که از خاک افغانستان استفاده میکنه و حتی گروه های آزادی بخش بلوچستان هم داری آوردن. طرف افغانستان فقط دیگه گفت که ما تضمین هیچ کس داده نمیتونیم، برای اینکه اگه ما تضمین بده معنی از اینکه در کشور ما وجود داره، اینا در کشور خودتان فعالیت میکنن. بنابراین طرف پاکستان پافشاری جدی داشت که باید تعهد کتبی ده فیصل نامه یا سازشنامه یا همسونامه ای که قرار است به دستینه دو طرف برسه و به امضای دو طرف برسه باید در این مسئله گنجانیده شود که طرف افغانستان یا امارت اسلامی افغانستان در این مورد گفت که ما هیچ نوع تعهد نمیسپاریم و همچنان دیگه مسائل بغرنج میانجیگری هایی که در مسئله وجود داشت. حتی متاسفانه هم توافقنامه‌ای که در قطر امضا شده بود در هم یک بخش طرف افغانستان تغییرات در او پیشنهاد کرده بود که او هم طرف تایید پاکستان قرار نگرفت. در نتیجه مذاکرات به بنبست مواجه شد و شما شاهد هستید که متاسفانه طرف پاکستان بدون واجب رفت. حال به پاسخ بپرسه شما، طرف پاکستان آقای خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان اظهار داشته بود که اگر مذاکرات به بنبست مواجه شود ما جنگ یک طرف است با افغانستان شروع میکنیم. من فکر میکنم که یک تهدید بود که باید مذاکرات انجام شود، ولی به هر حال پاکستان خب ما آدم گزارشات را که میخونه در یک گزارشات یا نامه‌ای که از جانب آقای گلبدین حکمتیار نشر شده در اینجا نشر شده که پاکستان 30,000 نفر از به اصطلاح شهروندان خود پاکستان مسلح ساخته بود و قبلا در دوران جمهوریت در آغازش به افغانستان فرستاده بود به خاطر حتی در دوران
که قطعات محدود اتحاد شوروی در افغانستان بود هم یادآوری شده. یعنی بیانگر است که پاکستان نقش برجسته در ساختار سازمان هایی که در افغانستان فرستادن بر جنگ داشتن. حالا هم ادعای بسیار ناسوده که گویا ما میخوایم تعهد میخوایم از اینا تعهداتی است که بالاتر از توان امارت اسلامی است و در نتیجه ببینیم که پاکستان ولی به هیچ شکل ما فکر نمی‌کنم که دوباره جنگ شروع کنه، بعد اینکه در قطعات نظامی پیاده توانایی جنگیشان محدود است، اما از طریق بمباردمان به استفاده از طیاره پهباد یا درون ها یا بی سرنشین و همچنان استفاده از راکت های دوربرد و تهدید با راکت های اتمی میتونه که این جنگ به نفع خود بکشانه. اما به هر حال جنگ برنده ندارم. توانی امارت اسلامی افغانستان اگر در جنگ مثل از اونها راکت ها و طیارات مختلف جنگی نداره، اما توانایی ایمان جنگی داره. من فکر میکنم به نفع پاکستان نخواهد بود. و از جانب دیگه خود تحریک طالبان پاکستان، تحریک جهاد اسلامی، تحریک حرکت الانصار و تحریک به اصطلاح جیش محمد، اینا ساختارهایی به شمول بلوچستان که اگر کدام جنگ واقع شود اینا هم داخل پاکستان شاید به جنگ بره، که این خودش تهدید بزرگی بر پاکستان خواهد بود. که هم در جنگ داخلی مصروف شود هم در جنگ بیرون از کشور. ما فکر میکنم ببینیم، ولی به هر حال تهدیدها از اون هنوز در جای خود باقی است. ما امیدواریم که دوباره مذاکرات یا به صلح بیانجامه یا به یک توافق برسن که دو طرف یک مقدار کرنش کنن تا از حالت بحران موجودی که گویا یکدیگر باید تهدید کنن کمک از دو طرف عقب نشینی کنن. درست. مفید صاحب، در صورت بروز درگیری شدید میان افغانستان و پاکستان آیا اقتصاد دو کشور قادر به تحمل پیامدهای جنگ خواهد بود؟ بدبختانه باید از کنم که هر دو کشور لحاظ اقتصادی و اقتصادی هر دوشان در بحران است. پاکستان کسر عظیم بودجه داره و با استفاده از این تئوری که به اصطلاح مردم مصروف میسازن و میخواد که مردم بگه که گویا یا فرشورینگ تئوری که مردم برای بیگمان به مصروف دیگه مسائل مثل مصروف جنگ با افغانستان. یک از دلایل هم امی است که پاکستان میخواد تا حالت موجود فقر با اصطلاح کسر بودجه و فقر اقتصادی و فقر و مصیبتی که در کشور کنفرما شیره با استفاده از می بهانه گویا امارت اسلامی طالبان، تحریک طالبان پاکستان، تحریک جهاد پاکستان و امثال از اینا زیر همین نام مردم مصروف بسازد تا بتونه که یک مقدار در جامعه جای پای پیدا کنه و بگویم مردم به طرف خود بکشه. از دو طرف در می حالت روانی گیر ماندن، یعنی هر دو طرف با استفاده از این تئوری هایی که مردم مصروف میسازن و تا که بحران اقتصادی مثلا در طرف مقابل پاکستان هم تقریبا در حدود 21 میلیون نفر دولت فقر قرار داده، 41% نفوس زیر فقر هستند، وضع اقتصادی چندان درست نیست. اینا هر دو طرف در این بحران مردم مصروف ساخته رایی میسن، ولی من فکر نمیکنم که در به اصطلاح در کنه اصل مطلب اینا با هم به جنگ بپردازن. شاید یک بار دیگه هم در سردات یکی دیگر تهدید کنن، یک دو انفجار اینا را سازماندهی کنن، ولی ما امیدواریم به جنگ نکشن، برای که بر هر دو طرف جنگ به نفع هر دو طرف نیست. اینها دوستایی بودن سالها، تقریبا 20 سال به اصطلاح بگوییم که به اصطلاح در کویتا گروه از به اصطلاح وقت که حرکت تحریک طالبان افغانستان نام داشتن و به امارت اسلامی طالبان تبدیل نشده بودن، با در پاکستان بودن. همین لحظه هم یک خانواده‌های از روز در پاکستان است. از برخی رهبران البته نه دست اول دوستوم، یک رهبران دست سوم و چهارم امارت اسلامی هنوز هم در خانواده‌شان در پاکستان هستند. با اما من فکر نمی‌کنم که اینا بتونن به کدام جنگ وحشتناکی که یکی دیگر را نابود کنن دست بزنه، ولی با اما این تهدید وجود داره، تهدید خطرناک است. امیدوارم که با مذاکره دوباره باز شود. درست. مفید صاحب، ترامپ پیش از این گفته بود که میتونه تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان را هر چه زودتر پایان بده و به گفته خودش کار بر از او آسان است. آیا بی نتیجه ماندن مذاکرات و ادامه جنگ راه را برای دخالت مستقیم ترامپ در این درگیری باز خواهد کرد؟ بله، بسیار جالب پرسش خوبی را کردین. آقای ترامپ کسی نیست که جهان و چشم منافع ایالات متحده آمریکا می‌بینه. ببین قبل از اینکه پاکستان حمله کنه مسئله بگرام مطرح کردن، مسائل دخالت‌های دیگر مطرح کردن و باز کرنش کردن رفتن. شما فکر کنین یک خانم از به نام فرانسیسکا آلبانا، این خانم رئیس معاون بخش حقوق بشر ملل متحد است. در یک گزارش 840 صفحه‌ای تمام جریانات و جزئیات غزه و جنایات را که امریکا، آلمان، با یک مقدار انگلستان و ایتالیا
نقش داشته در تهدید نشته کرد. آقای ترامپ این زنه این خانمه ممنوع الدخول به ایالات متحده آمریکا و به نیویورک برای خودش معاون سرمنشی ملل متحد در این امور بود و تمام دارایی از این ممنوع کرده. برای اینکه که دو گفته که جنایاتی که در غزه صورت گرفته باید ترامپ محکمه شود، همچنین آقای نتانیاهو محکمه شود. همچنین شما میبینید که در برابر ICC یا محکمه بین‌المللی ها که آقای نتانیاهو و وزیر دفاع سابق از به اصطلاح باعث مجرمان جنگی گرفتن، او را هم ترامپ تمام داده‌هایشان به اصطلاح مسدود کرد و خود از اونها را تحت تعقیب و اجازه نمیده که داخل آمریکا شود و نیویورک بره. اینا مسائل است که آقای ترامپ فقط جانب منافع خود میگیره، اما به هر حال نقش بسیار برجسته به ویژه شما شاهد هستین که ملاقات‌های متواتری که با آقای آسمونی داشت و از او آدم پذیرایی کرد و او ملاقات کرد. من فکر میکنم که نقش از او که بالای پاکستان زیاد است و میتونه که لحظه برای پاکستان دستور بده که از جنگ دست بکشه و شاید هم برای بگه جنگ کو. این مسائل مردود میشه به تصمیم آقای ترامپ و در حقیقت آقای ترامپ خودش رئیس جمهور جهان میپنداره و در تمام مسائل جهانی دخالت میکنه و شما شاید هستید مذاکرات دیروزی که با خانم صدر اعظم جدید ژاپن داشت در روی هم این مسئله را یادآوری کرد که امریکا با ژاپن و با تمام جهان میتونه به اصطلاح تصمیم بسیار جدی و درست و معقول بگیره. درست. یعنی او هم گفت که من تصمیم میگیرم. برای دیگه تقریبا 120 پایگاه نظامی یا تقریبا 190 یا 200 پایگاه نظامی در ژاپن داره. امریکا در اونجا میتونه تصمیم بگیره در تمام کشورهایی که پایگاه نظامیش است و در جهان نقش داره. امیدوارم که نقش مثبت در افغانستان بازی کنه. درست. منابع به تلویزیون یک گفتند که اگر پاکستان به کابل حمله کنه اسلام آباد را هدف قرار خواهند داد. این هشدار تا چه اندازه جدی و قطعی است مفید صاحب؟ بالا اسلام آباد حمله کردن بالا اسلام آباد افغانستان متاسفانه با هیچ کشور همسایه یا کشورهای دوست خود توافقنامه نظامی نداره که در صورتی که افغانستان مورد حمله قرار بگیره او کشور دوست به طرفداری از او یا هندوستان یا به اصطلاح بگویم ایران یا فدراتیو روسیه و یا چین به کمک از میشتوان. متاسفانه تا حالا هیچ کشور ابراز آمادگی نکرده که ما علیه پاکستان داخل اقدام بشم. اما چیزی که واقعا وجود داره ای که عربستان سعودی و پاکستان دارای یک توافقنامه هستند که اگر منافع کنم در خطر شد دیگه عملا در جنگ به طرفداری از او داخل میشه. اگر بین افغانستان و پاکستان جنگ شود مطمئنم که عربستان سعودی مطابق به اساس از این توافقنامه باید به طریقت به طرفداری پاکستان در این جنگ داخل شود. اما خود پاکستان توانایی جنگی بسیار عظیم داره، کشور است که تقریبا 15 سرگله اتمی داره، راکت‌های مختلف داره، طیارات مختلف جنگی داره و به همین ترتیب اردوی ارتش تانک‌های مختلف داره و از علاوه تانک‌های مختلف حدود 1.5 تا 2 میلیون سرباز آماده به جنگ داره و کشور بزرگ عظیم از لحاظ جنگی در منطقه توانایی داره و جنگی که با هندوستان کرد نشان داد توانایی خود که میتونه از خود دفاع کنه و میتونه تجاوز هم کنه. اما به هر حال من فکر نمی‌کنم که امارات اسلامی افغانستان با نیروهای جنگی که داره فعلا در اختیارش است که ما فقط به حدود 150 تا 160 سرباز که البته با ایمان هستند بتونه در برابر جنگ امروز تکنیک میکنه، سرباز جنگ میکنه اما باید وسایل تکنیکی، افزار جنگی، در طیارات بی‌سرنشین، طیارات مختلف جنگی و او طیارات مختلف چینیایی داره و در جنگ هم نشان داد دافع هوایی بسیار قوی داره. به اون صورت من مطمئن هستم که جنگ واقع نمیشه و اگر واقع شود متاسفانه به نفع امارات اسلامی افغانستان نخواهد بود. خیلی کوتاه اگر اشاره بکنین در حد 10 ثانیه مفید صاحب. مریم نواز وزیر اعلی پنجاب پس از پایان بی‌نتیجه مذاکرات دستور داده که در مساجد برای دستگیری مهاجران افغان تبلیغ شود. آیا این اقدام به معنای هدف قرار گرفتن دوباره افراد ملکی و غیر نظامی توسط پاکستان است؟ بله متاسفانه بدبختانه تهدیدها زیاد جریان داره. یکی از دستاویزی که پاکستان در اختیار داره به اسلام میتونه از شمشیر داموکلوس استفاده کنه. مهاجران افغانستان در پاکستان هست. شهروندان زیاد تقریبا 5 تا 6 میلیون شهروند افغانستان در پاکستان مهاجر هستند که اگر اونا به طور دستجمعی بکشه پول سرمایه از اونا رو ضبط کنه و اونا یک گروپ 6 میلیون فقر و گرسنه رو داخل افغانستان کنه واقعا وضعیت اقتصادی افغانستان لحاظ اقتصادی بدتر خواهد شد و این ناشی از این میشه که یک تهدیدی است به امارات اسلامی افغانستان که گویا اگر میخوایم ما اینجا میتونیم بهش یک بهانه بکشیم
صدور کالا از افغانستان ممنوع به اصطلاح بندش کردن. 17 روز شده که یک به اصطلاح لاری مواد تجارتی از افغانستان اجازه نمیده داخل پاکستان شه، همچنین از پاکستان داخل افغانستان، که در این شرایط آغاز زمستان به سرمای آغاز میشه و شما در فصل خزان قرار داریم یا پاییز، و خود از این بر دو طرف اقتصاد هر دو طرف ضرر داره. پاکستان از این بنا استفاده میکنه، مسائل اقتصادی میتونه، مسائل که انتقال اموال افغانستان طریق برای بنادر پاکستان مطرح است، افزون بر اون مسائل مالی افغانستان مطرح است، تجارت ما را فلج میخواد کنه، مهاجران میخواد رایی کنه، از لحاظ اقتصادی نیست سرباره در اختیار داره که به شکل میتونه همیشه استفاده کنه. و افزون بر اون مسائل نظامی و اینا هم میفهمن که هنوزم داعش در اختیارش هست، هم میتونه از استفاده کنه. سپاس از حضورتان در برنامه دکتر حمیدالله مفید، آگاه روابط بین الملل. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش. مذاکرات میان افغانستان و پاکستان در ترکیه متوقف شد و هیئت پاکستانی استانبول را به قصد اسلام آباد ترک کرد. منابع به تلویزیون یک تایید کرده اند که رئیس هیئت پاکستانی از جانب افغانستان خواسته تا تمام گروه‌هایی را که در پاکستان حمله انجام می‌دهند به افغانستان فرا بخواند و در آنجا آنها را کنترل کند. به گفته منابع این درخواست نمایندگان میانجی یعنی قطر و ترکیه را نیز شگفت زده کرده است، زیرا این اقدام به منزله درخواست از افغانستان برای کنترل گروه‌های داخلی پاکستان تعبیر می شود. ترک میز مذاکرات توسط پاکستان یک اقدام غیر دیپلماتیک و نشانه ضعف آنهاست، یعنی اسلام آباد با این رفتار خود کوشش میکند که بالای کابل فشار وارد نماید. زمانی که گفتگوها به بنبست بکشد دقیقاً سناریوی احتمالی جنگ می باشد و پاکستان از قدیم الایام در صدد این است که منطقه ناامن شود. منابع اضافه کرده اند که هیئت امارت اسلامی در پاسخ گفته که گروه‌ها یاد شده مربوط به آنان نیستند بلکه اتباع پاکستان اند و مسئولیت کنترل آنها به خود پاکستان برمیگردد. با این حال افغانستان تعهد کرد که اجازه نخواهد داد از خاک این کشور علیه پاکستان عملیات صورت گیرد. درخواست هیئت پاکستانی این بود که اگر در داخل پاکستان حمله از سوی تحریک طالبان پاکستان یا TTP انجام شود، افغانستان باید انتقام آن را بگیرد و تضمین دهد که تمام گروه‌هایی را کنترل خواهد کرد که از خاک افغانستان حمله ها بر ضد پاکستان را سازماندهی می‌کنند. هیئت افغان اما در پاسخ گفت تأمین امنیت در داخل پاکستان مسئولیت نیروهای امنیتی آن کشور است. خواسته های پاکستان هم نهایت غیر عملی بود و بنابراین این تا آدم نتیجه گرفته میتونه که فعلا پاکستان برای یک تفاهم آماده نیست، اما در نهایت به نظر ما هر دو طرف مجبور هستند که برای این مشکل یک راه حل مسالمت‌آمیز پیدا کنند. در مقابل اما طرف افغان از پاکستان خواست تا اطمینان دهد که از خاک پاکستان برای پرواز و استفاده طیاره‌های بی سرنشین امریکایی و فعالیت گروه داعش جلوگیری خواهد کرد. هیئت پاکستانی با این درخواست موافقت کرد، اما پس از یک مشوره تلفنی با اسلام آباد از موضع خود عقب نشینی کرد. شهاب اسلم رئیس تیم مذاکره کننده پاکستان گفت که پاکستان نمیتواند عدم عبور و فعالیت طیاره‌های بی سرنشین امریکایی یا عدم فعالیت داعش را در خاک پاکستان تضمین کند. همه دنیا اینا میدانند که امروز تمام گروه‌های اگر جهادی است، اگر تروریستی است و اگر همه گروه‌های مسلح را شما ریشه هایش بکاوین میبینید که از پاکستان ها میخوره. اینا کجا تربیت شدن، از کجا آمدن که اینا را صلاح دادن. بران یک ماجراجویی است که پاکستان میکنه، اصلا اراده‌ای برای صلح نداره. مذاکرات میان افغانستان و پاکستان در ترکیه در حالی متوقف شد و هیئت پاکستانی استانبول را به قصد اسلام آباد ترک کرد که دو طرف در موردهای زیادی از جمله بازگشایی راههای بازرگانی میان دو کشور و آزادی زندانیان به توافق رسیده بودند. اما دو مورد اختلافی باعث توقف گفتگوها میان دو طرف شد.
رژیم نظامی پاکستان از شماری از احزاب سیاسی برجسته در ایالت خیبر پختونخوا خواسته تا پس از این در سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌هایشان این ایالت را جزء خاک پاکستان یاد کنند. شماری از اعضای احزاب سیاسی پاکستان این درخواست را پذیرفتند، اما رهبران جنبش تحفظ پشتونها با وجود تهدیدها از پذیرش آن سرباز زدند. این در حالی است که وزیر اعلی پنجاب خواستار بازداشت خانه به خانه افغانان مهاجر در پاکستان شده است. با این همه گزارش‌ها از نابسامانی‌های سیاسی و امنیتی در درون نظام پاکستان وجود دارد که احتمال سقوط رژیم نظامی آن کشور را بالا میبرد. بلال آریان با جزئیات بیشتر. به دنبال تنش‌ها و درگیری‌های نظامی میان نیروهای امارت اسلامی افغانستان و رژیم نظامی پاکستان، ارتش آن کشور از احزاب سیاسی خواسته است تا در سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌ها خیبر پختونخوا را بخشی از خاک پاکستان یاد کنند. منابع در جنبش تحفظ پشتونها میگویند که برخی از احزاب در بیانیه‌های این خواست را پذیرفتند و اعلام پشتیبانی از ارتش پاکستان کردند. همزمان اما رهبران زندانی جنبش تحفظ پشتونها با وجود فشارهای سنگین و پیشنهاد آزادی از بند این خواست را به شدت رد کردند. پس از برگزاری جرگه مردمی در ایالات خیبر، ارتش پاکستان شماری از اعضای برجسته جنبش تحفظ پشتونها را بازداشت کرد و حسابهای بانکی آنان را نیز مسدود کرده است و همزمان پرونده‌های تازه بر ضد اعضای این جنبش باز کرده است. اوضاع در داخل پاکستان بسیار بحران شده و عملیات شدید نظامی علیه حکومت پاکستان در مناطق مختلف و جمله خیبر پختونخوا و طرف مرز صورت میگیرد که البته این نشان دهنده نارضایتی مردم از حکومت پنجاب در مناطقشان می باشد و از ظلم و تعدیه که نظامیگران پاکستان بالای مناطق خیبر پختونخوا می نماید و سطوح آمدن و همیشه سال هاست که اینا به خاطر آزادی خود و خاطر رهایی از قید ظلم و ستم پاکستان مبارزه میکنند. در این میان نمایندگان شورای ایالتی خیبر به گونه مشترک پیشنهاد کردند که برای بهبود اوضاع امنیتی، مبارزه با هراس افغانی و بهبود روابط با کابل یک نشست مشترک و همه‌جانبه میان همه احزاب سیاسی برگزار شود. بر بنیاد گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون، عضوای این نشست از وضعیت امنیتی نابسامان پاکستان نگران هستند و گفتند که مردمان بخش‌های قبایلی بیشتر از این تحمل بمباردمان و آوارگی را ندارند. امجد علی، یکی از اعضای برجسته شورای ایالتی خیبر، گفته است که با وجود راه اندازی 14,000 عملیات از سوی ارتش پاکستان در بخش‌های قبایلی، هنوز هم امنیت در این بخش‌ها تامین نشده است. این در حالی است که مریم نواز، وزیر اعلی ایالت پنجاب، در یک جلسه اعلام کرده که برای بازداشت افغان‌های غیر قانونی در آن ایالت باید برنامه‌های بازداشت خانه به خانه آغاز شود و همچنان از سیستم‌های هوشمند استفاده شود. خانم نواز همچنان هشدار داده که هر پاکستانی که برای افغان‌های غیر قانونی جا و مکان بدهد بازداشت خواهد شد. بعد از درگیری که بین افغانستان و پاکستان صورت گرفت، مقامات پاکستان از این ترسیدن که افغانان نبیان دوباره خاک خود تحت نگیرن و یکی که مردم اون طرف خط دیرن پشتونا و بلوچا آزادی خود نگیرن، بو خاطر پیش از پیش تدابیر خود میگیرن برای اون نفرامی که شما جزء خاک پاکستان هستین و اعلان کنین که در ذهن جوانا و مردم ای داخل شود که ای خاک پاکستان داره که هیچ امکان نداره. مردم همشان از پنجاب ناراض هستند. با این همه جنبش تحفظ پشتونها بر رهبری منظور پشتین گفته است که بزودی به گونه رسمی بر ضد ارتش پاکستان در دادگاه جرایم بین المللی به علت جنایت‌های جنگی شکایت خواهد کرد. دفتر این جنبش در ایالت تگزاس امریکا با پخش یک اعلامیه سیاست‌های سرکوبگرانه دولت پاکستان را نکوش کرده است و گفته که جنبش تحفظ پشتونها یک حرکت صلح‌آمیز مردمی غیر مسلح است که در برابر ناپدیدسازی‌های اجباری و نقض حقوق بشر صدا بلند کرده است. با این همه و بر بنیاد گزارش‌ها، وضعیت امنیتی در پاکستان به شدت ناامن است و پاکستانی‌ها را به گونه جدی نگران کرده است، تا جایی که گزارش‌ها از نابسامانی‌های سیاسی در درون نظام پاکستان وجود دارد که احتمال سقوط رژیم نظامی آن کشور را بالا می‌برد. پایان خبرهای 5:30 از یک. حالا شما دعوت می‌کنم که با برنامه‌های دیدنی یک باشید. باقی وقت بر شما خوش. شب و روز بخیر. خدا نگهدار.